سلام دوباره. چی رو نداره. آره مارزا، من الان دعوتت کردم دیگه، اکسپت بده. حتی اکسپتت هم کردم یه بار. آره جواد کوچکی میگید سلام چه عجب. این البته بار سومه که برای این شب قطع و وصل میشیم، ولی چون من بیارم اینجا یه مقدار خیلی تو صورتم بود تصویر. خانم پریسا گفته بودی که اونایی که دنبال ارزن چیکار کنیم، من گفتم به همون تناظر همون گرافیستا و یا همون فریلنسرها در بازار همونقدر کارفرما وجود داره. به همون میزان تجربه‌ای که کارفرما داره، به همون میزان تجربه‌ای که دیزاینر داره ممکنه در واقع مچ بشن با هم. اون در حرفه خودش چقدر کارفرمای حرفه‌ایه و فریلنسر در حرفه خودش چقدر حرفه‌ایه، چقدر مستر شده. اینا میتونن با هم مچ بشن و قیمتاشون هم قاعدتا هم اندازه همه. لزوما اگر شما فرضاً دیزاینتون 1,000,000 نباید برید سراغ 200,000 تومنیه، اونی که 200,000 تومنه. یا اگر میبینید نزدیک، سعی کنید تخفیف بدید، کار بکنید. کار خیلی مهمتره. تو چند سال اول دارم میگم کار کردن خیلی مهمتره. خب نحوه قیمت گذاری خودش یه لایو جداست بچه ها. ولی یه چیزی، یه چند تا خلاصه چیز بهتون بگم، چند تا تریک بگم. یکی این که میتونید یه درصدی از تعرفه انجمن رو بگیرید، ولی یه باگی داره. مثلا شما توی یه حوزه از دیزاین مسترید، توی حوزه از دیزاین ضعیفید. این ور اگر همش یکسان باشه همه تعرفه هاتون، این ور کلا سرتون میره، اون ور دارید تو پاچه میکنید. خب سعی کنید پس تعرفتون رو خودتون به دست بیارید. مثلا بگید من چه میدونم تو لوگو دارم 3-4 تومن میگیرم، تو پست اینستاگرام زدن یا تو کاتالوگ مهارتی ندارم، یا دارم مهارت کسب میکنم، صفحه 500,000 تومان نمیگم، صفحه 100 تومان میگیرم، تا اینکه اینا همش هم اندازه هم بشه. یکی این. ادوین قاسمی توی باشگاه طراحان حرف خیلی خوبی زد. گفت ما بهانه‌ای برای گرونتر دادن نداریم، بهانه‌ای برای ارزونتر دادن داریم. و خیلی مقیدم که این حرف رو با منبع قید بکنم. و حرف خوبی که زد این بود که یه موقع است یک بیزینسی تازه رو انداخته و تو میبینی که من باید حمایتش کنم. یه بیزینسی رفیقت رو انداخته، فامیلت رو انداخته، میگی من میتونم تخفیف توپلتر بدم. ما باید دنبال بهونه برای تخفیف دادن باشیم یا کم کردن قیمت باشیم، نه برای زیاد کردن. این از کجا اومد این سوال که آیا مثلا یه بیزینسی مثل دیجیکالا، ما از یه بیزینس خرد میگیریم دیزاینمون رو 1,000 تومن، دیجیکالا که پول داره باید پول بده، مثلا اینو میتونیم با همون میزان واحد کار 1,000 تومن رو بدیم 10,000 تومن. آیا این مثلا انصاف یا انصاف نیست؟ من تعبیرم اینه که ما بذر دیزاینمون یکیه. حالا بذر ما در یک بیزینس در گلدون یا خاک یه بیزینس خرد اقتضاش اینه که مثلا سالی 2 سانت رشد کنه. در خاک حاصلخیز دیجیکالا همون بذر دیزاین ما میگه من نوتیفی ندارم، الان دوباره میزنم این توضیح بدم. همون بذر یکسان دیزاین ما در خاک حاصلخیز دیجیکالا سالی 1 کیلومتر رشد میکنه. این از اقتضای اون بیزینسه. یعنی ما دیزاین خاصتری نکردیم، در اقتضای شخصیت اون برند دیزاین کردیم و دستمزد ما به نظر من باید یکسان باشه. از این بابت اقتضای بیزینس هاست که دارن پول بیشتری میسازن با دیزاین شما. یه نفرم میتونه دیزاین تو بگیره بذاره تو کشوش، کاری هم به این چیزا نداشته باشه. من میگم قاعدتا نباید به ما ربطی داشته باشه که تو چقدر اسکیلت بزرگه یا کوچیک. لوگو ان تومن است، کاتالوگ صفحه ان تومن است و اون دیگه خلاصه نازش هست اون بیزینسی که میتونه از دیزاین ما پول بیشتری در بیاره. محمد رضا چه لایوی شد.
بعد از 3 سال ما اومدیم یه لایو بریم ولی اصلا دیگه لایو دستم نیست چجوری هست. الان ببین من اکسپتت کردم، تو میخوای ریکوست تو بردار محمد رضا، من ادت بکنم یه بار من ریکوست بدم بهت ببین چی میشه، میتونی برداری. خب سواله خوبی داره میاد. محمد رضا به من پیام میده که تو unable تو جون نمیتونی بسشی، نمیدونم چرا. ببین جایی چیزی رو نبستی، مثلا ریکوستات رو نبستی. سلام. آفرین، سلام، چطوری؟ قربونت، مخلصم، چکرم. من ویدیو تو ندارم بچه، شما دارید تصویر محمد رضا رو؟ اگر دارید بیا بنویسید مثلا بله. ببینیم هستیم نیستیم. هیچ کدوم از بچه ها ندارن فکر کنم که آره، نمیگن. نه هست. تصویرش هست. خب من تصویر تو رو نمیبینم ولی صدات رو میشنوم. چکرم. محمد رضا یه اسم و فامیل اولا به ما بده. برای محمد رضا مهدیانی. محمد رضا مهدیانی. نیچت هم فکر کنم لوگوتایپ و تایپوگرافی کار میکنین دیگه. آره. و اینکه خط خطی میکنیم دور بچه ها هنرجوها همونایی که هستن و کلی کیف میکنیم. من هم یه سری سوال داشتم، یعنی سوال برام اومده و حالا اونا بیشتر حوزه تایپوگرافی و لوگوتایپ. میخوای سوالاتو به اون سوالی که پرسیدن رو خودت تو حوزه حالا خلاقیت و پروژه و فریلنسی و اینها جواب بده، منم لابلاش محمد رضا جواب یکی میدم. این که چند ساله که تو خط خطی کردی یا تمرین کردی تا تونستی وارد بازار کار بشی، اینو اولا بپرسم نیابتا از بچهای دیگه. ببین من حقیقتش رو بخوای از دوران مثلا راهنمایی خب خط کار میکردم و لوگوتایپ اصلا نمیشناختم، ولی از دوران دبیرستانم تقریبا دست به قلم بودم. یعنی مثلا من دوم سوم دبیرستانم یادم که از سر کلاس درس نمیخوندم، یعنی بیشتر خودکار و قلم و اینا دستم بود و برای خودم یه گوشه خط خطی میکردم و الان که بهش نگاه میکنم میبینم خیلی مهم بود. یعنی خیلی مهم بود که یه جاهایی شروع کنی تو به خط خطی های چرت و پرت و دریوری، حتی که اونجا فکرشو میکنی دریوریه، ولی بعدش یهو دیگه وقتی که میای بالاتر یه ذره تو بازار سعی میکنی بمونی و ببینی که اصلا اینا قرار خروجش چی بشه، دیگه اونجا کانسپت برات میاد بالا. محمد رضا روزی چقدر تمرین میکنی؟ ببین من یه سوالی کلا همیشه میپرسن و این سوال برای من اصلا میک سنس نمیکنه. سوال اینه که تو هفته مثلا چند ساعت باید وقت بذاریم؟ اصلا مگه این اصلا سوال نیست. ببین من هر شب هر کاری داشته باشم، مثلا هر پروژه‌ای باشه، چه میدونم صبح تا شب جلسه داشته باشم یا هر کاری، شبام مال خودم و مال خط خطیمه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، لزوما ربطی پروژه داشتن هم نداره. یعنی من یکی مثلا هنرجو اومد بهم گفت که آقا ما مثلا شبا که تو داری خط خطی میکنی ما میریم خط خطی بکنیم ولی پروژه نداریم. گفتم خب مگه مثلا من هر شب پروژه دارم؟ مثلا شروع میکنیم خط خطی میکنیم مینویسیم، نمونه خوب میبینیم که دست خودمون قوی شه، یه جایی کمکمون هم بکنه تو پروژه هامون. و من هر شب و هر شبی که من فقط براش یه ددلاین شروع میذارم. حالا من کلا زیستم یه ذره آنورماله، یعنی من شب تا صبح بیدارم، یعنی تو مثلا 6 صبح میخوابم، 5 و 6 صبح میخوابم، ولی مثلا اینجاست که دیگه از یه تایمی که مثلا از ساعت یک اینا تقریبا مثلا حدودا شروع میکنم به این که ماژیکو دستم بگیرم، قلمو دستم بگیرم و شروع کنم صرفا به نوشتن حتی بداهه، نقطه آخر نداره. تا وقتی که سر قلم دواست دیگه خلاصه خوابت بگیره. چی شد؟ صدای منو داری؟
تصویرش پرید، صدا و تصویر رفت. آره منم صداشو ندارم. بپرسید ببینید سوال چی میخواید بپرسید ازش، من میپرسم ازش. یه بار دیگه ریکوست داد فکر کنم و هست. خب کاملا قطع شد. بله خب به نام هنر اومد. من نشون بدم این تابلو کار بچه های به نام هنره. سلام به رفقای به نام هنر. خیلی درجه یکم، خیلی کاراشون خوبه. محمد رضا اومدی فکر کنم دوباره ها. خانم هلیچی نوشته سوال منو بخونید. سوالو این ور گذاشتی یا کامنت گذاشت؟ بچه ها سوالو تو بخش کوئسشن بذارید چون این کامنت ها میره هی سخت میشه. آقا سخنوران خیلی مخلصیم، قدم رنجه کردید. آقای تلخابی هم اگر خلاصه اگر قبول کنن 2-3 روز دیگه تو همین هفته میتونیم لایو بذاریم. کلا بگید اگر آقا نفرمایید. خیلی مخلصیم آقای سخنوران، تاج سرید. کلا اگر پیشنهادی بچه ها دارید که لایو دیگه با کی بذاریم حتما میرم سراغش، صحبت میکنم باشون ببینم میشه چیکار کرد. تا محمد رضا بتونه جوین بشه یه چند تا سوال دیگه بپرسید. من خیلی دوست داشتم این لایو کوتاه باشه، 20 دقیقه نیم ساعت باشه، ولی فقط فکر کنم داشتم 20 دقیقه وصل میشدیم، تلاش میکردیم با هم وصل بشیم. من یه بار دیگه محمد رضا رو ببینم میتونم اینوایتش کنم. خب رفته اومد. آقای تلخابی مثل که خیلی پرتقاضاست. آقا یه وقتی به ما بدید یه لایو بریم بالا. خب این ور بریم ببینیم تو کوئسشن باکس چی داریم. نوشته سرنوشت این صنعت چه خواهد شد با توجه به هوش مصنوعی. حرفایی میخوام بزنم که در این باره احتمالا خیلیتون ناامید میشید. اگر ناامید میشید به نظرم این لایو رو همین الان ترک بکنید. هیچی دیگه. ببین من یه تعبیری دارم میگم ما آدمهای خلاقی هستیم. بذار برم یه پله عقب‌تر. به نظر من افرادی که در صنایع خلاق دارن کار میکنن میتونن در این طوفان غرق نشوند. ما افراد خلاقی هستیم که امروز داریم خلاقیتمون رو در کاسه گرافیک میریزیم. اگر خلاقیت داشته باشیم، اگر این کاسه توسط هوش مصنوعی تصاحب شد که به نظر من با این رشد تا 4-5 سال دیگه محقق خواهد شد، ماها میتونیم لول اپ بشیم و بریم در جاهای دیگری و در کاسه های بهتری خلاقیتمون رو بریزیم. این نظر من. سرنوشت اینجوری میشه، ما تبدیل به کارگردانان خلاق میشیم. امروز من تو استودیو هوش‌های طبیعی، استعدادهای خدادادی، هنرمندانی رو هدایت میکنم و احتمالاً در 4-5 سال آینده هوش مصنوعی رو با توانایی‌ها و اسکیل‌های دیگری بتونم هدایت بکنم، کما اینکه امروز میکنم اما محدوده. سعی کنید که خب محمد رضا رو معرض بکنم. سعی بکنید که خلاقیتتون رو تقویت بکنید و ببینید که تو چه مواردی دیگه میشه ماها کار بکنیم. سافت اسکیلا رو هم حتما بغل بکنید و تمرین کنید. مثلا چرا علی شیردستیان نتواند اولین فیلم کوتاهش رو که هیچ استعداد و مهارتی من توی فیلمسازی ندارم، که من صرفا آدم خلاقیم،
چرا نتونم توسط هوش مصنوعی اولین فیلم کوتاهمو بسازم و توی جشنواره‌ها شرکت بدم؟ مثلا این و خیلی آیتم های دیگر. محمد رضا من برای بار چندم اکسپتت کردم. خب فکر کنم تو اگر کانکشن تو عوض کنی، فیلتر شکن تو عوض کنی، اینا بهتر میشه. علی زیارانی علی زیارانی اگر محمد رضا نتونست وصل بشه، تو الان آمادگی شده داری بیای بالا؟ در مورد تمرین برای خلاقیت توضیح میدین. تمارینش زیاده بچه ها، سرچ بکنید، کلی هم کتاب هست راجبش. میگه من نت و وی پی هم اوکی، یعنی قائلی که ممکنه نت و وی پی من مشکل داشته باشه که تو نمیتونی بیای بالا. ممکنه این باشه محمد رضا؟ برای من هی پیام میده که تو نمیتونی وصل بشی، unable to join. نمیدونم چرا. یه کاری کن، تو ریکوست اوکی شد. اومدی. سلام. آفرین، چطور اومدی؟ خودش اومد. ببین طول میکشه، من فهمیدم باید صبر کنی. نه و باید یه جوری اومدی که من الان تصویر تو دارم. ببین درستش الان اینه. خب خب علی زیارانی هم گفت من امشب گوش میکنم، انشالله فردا. علی رضایی هم بنیانگذار اشکال آره پیلبان. داشتم میگفتم، هم تا کجا گفتم کجا علی قطع. رضایی هم بنیانگذار پیلبان الان توی کامنت ها هست، دارم میبینمش. گوشه منم داره زنگ میخوره. علی موضوع در واقع تایپوگرافی، لوگوتایپ و سوالای بچه هاست. خیلی خوشحالیم از بودنت. خب محمد رضا، من یه سوال دیگه بپرسم، هرچی بود دیگه رشته کلام پاره شد. تو کار رو چجوری شروع میکنی؟ الان میخوای یه پروژه شروع کنی، چیکار میکنی؟ پروسش چیه؟ ببین در مورد تایپوگرافی و لوگوتایپ کلا داریم صحبت میکنیم دیگه. من کاری که قرار انجام بشه، حالا تو هر پروژه‌ای که میاد خیلی اتود اولیه داره. یعنی ما کاری که اصلا بیسیک باید انجام بدی اینه که، حالا من حداقل شیوه من اینه که یه بار باید کل اون نوشته رو درست بتونی ببینی. یعنی خیلی‌ها سریع فکر میکنن که مثلا باید این رو الان مثلا گرافیکش رو در بیارن، یه مدلی بنویسن عجیب و غریب، چه میدونم نقطه‌هاشو از راست ببرن چپ بذارن، تو ممکنه ناخوانا بشه. ناخوانا بشه و فکر میکنم هر چقدر ناخوانا باشه گنگ‌تره. ولی اصل خانایی اصل مهمیه. ما این تا بیلبورد داریم میبینیم تو خیابون رد میشیم مثلا نمیفهمیم چیه، بعد اصلا اون اثر تبلیغاتیش و پیامش اصلا منتقل نمیکنه. من مسئله مهمم اینه که اول کلمه رو یه بار خیلی ساده رو کاغذ برای خودم مینویسم و ساختارش رو در میارم، یه بار میبینمش، اصلا میبینم این فرمش چه شکلیه، کجاهاش قابلیت انعطاف پذیری داره، کجاهاش رو میشه روش کار کرد و کجاهاش رو میشه روش کار درست کرد. بعد تو مثلا اگر نستعلیق رو بشناسی، تو مثلا اگر سلسو بشناسی، ترکیباتش رو یاد میگیری و میدونی که کجا از چه تیکه‌ای باید استفاده بکنی. این مسئله‌ای که تو نگاه میکنی مثلا تو کار اساتید، مثلا میبینی که خب این صرفا خاناست و یه تایپ خوبه، بعد میگی چرا قروفر نداره. بعد خیلی‌ها به اسم کار دستازاد شروع میکنن، هر چیزی رو مینویسن تاش میگن دستازاده دیگه. و این من شخصا هر وقت که میبینم واقعا اصلا به هم میریزم. یعنی میگم بابا مثلا نوشته تو نمیتونم ببینم. کار اولش اینه که من با نوشته ارتباط بگیرم. یعنی من نوشته رو خیلی ساده مینویسم با نوشته معمول خودم که بتونم دندونه هاشو ببینم، فرماشو ببینم. مثلا مسئله دندونه یه مسئله‌ای که خیلی ها رعایت نمیکنن. قشنگ اینا رو ببینم حالا این کجا قرار باید بگیره. بعد میام سراغ فرم. دندونه اونقدر مهمه که من هنوزم بعضا تایپ دیزاین میکنم به یکی دو نفر نشون میدم دندونه اشتباه نشده باشه. واقعا چیز خیلی مهمه. من یه کاری که همیشه بعد از اینکه یه لوگو میخواد فاینال بشه تو مراحل اتود نهاییش همیشه انجام میدم اینه که به 5 6 تا از دوستام که اصلا گرافیک رو نمیتونن بنویسن، حتی اینکه مثلا گرافیک چیه، نشون میدم، میگم اینو بخون. و وقتی که میبینم طرف نمیتونه بخونه، من یه جای کارم داره میلنگه
و من اتفاقا مخاطبم عامیه. یعنی اون باید ببینه تو داری این گره رو حل میکنی، گره رو باز میکنی، اصلا خود دیزاین این حل مسئله رو داری رقم میزنه که یکی ببینه یه چیزی بفهمه. بچه این و کاریه که کلا توی دیزاین لوگو یا حالا دیزاین دیگه هم باید انجام بدید، لزوما تایپ نیست. یعنی اگر نشان طراحی کردی به مامانت، به خواهرت، به داداشت، به اینایی که اصلا تو خلاصه بازی دیزاین نیستن، چون بعضی از بچه‌ها تو دایرکت برای من کار میفرستن، میگم به نظرت این چی نوشته؟ میگم بابا من تو باغم، من مثلا مخاطب تو نیستم، باید بری به مامانت نشون بدی و نشون بدی ببینید سنسش چیه، چی برداشت میکنه یا چی داره میخونه، یا به نظرش این لوگوی چه بیزینسی میتونه باشه. هر چی گفت ببینید آیا شخصیتش داره با شخصیتی که تو میخواستی دیزاین بکنی یکسانه. آیا اگر یه چیزی دیزاین کردی که باید صنعتی باشه، یهو اگه مامانت گفت این لوگوی شیرینی فروشیه، یعنی کلا شرق و غرب زدی. محمد رضا، این فارغ از این که حروف چه چیزی رو دارن به ما میگن بخونیم، اگر ما مثلا یک فرد انگلیسی زبان باشیم که کلمات رو بلد نیستیم، خب وقتی کلمه رو میبینیم آیا باید سنسی برداشت کنیم مثل نشانه نظرت؟ قطعا اصلا تایپ خودش لحن داره. بعد این لحن تایپی که ما داریم حالا استفاده میکنیم خیلی مهمه. من مثلا دارم میگم اصلا بدون هیچ ذهنیتی تو با خط نستعلیق واسه یه کار فرهنگی بخوای یه نوشته بنویسی کاملا مکسنس میکنه، ولی فکر کن واسه یه کار مثلا ساختمونی مثلا مینیمال بخوای تو با مثلا خط سولز براش لوگو بزنی، اصلا جنسش اون نیست. یا اینکه خیلی ها، حالا من چون این چیز اینی که میگم جذابه، ببین من رو هم قلقلک میده، فرم های جذابی وجود داره و تو فرم رو بلدی، بعد میبینی روی این تایپ هم میتونه سوار بشه، بعد سری میای اینو به این وصلش میکنی، در حالی که اصلا فرق میکنه. جنس کار کودک رو تو نمیتونی بیای مثلا با یه خط سفت و محکم مثلا بیای با خط ریحان بنویسی، اصلا شدنی نیست. میدونی یعنی هیچ جاش به هم نمیخوره و اصلا نمیدونم ادامه شو بگو. آره همینا تموم شد صحبتم. دارم میگم که من نمیدونم دقت کردی یا نه. خب تقریبا 80% 90% گرافیستا برای خودشون لوگو دارن دیگه، یعنی با این داستان که نمیشه کوزه گر از کوزه شکسته آب بخوره، ولی 80-90% از همون 80-90% لوگوشون با کوفی نوشته شده. نظر تو چیه راجع به این؟ مسئله اینه که من خودم با این چالش درگیرم. خب این درگیر بودم مفصل، این اصلا دست گذاشت رو چیزی که خودم خیلی درگیرش بودم. ببین یه مسئله ای داره، ما وقتی که دیدی میگن که مثلا اوج هنر و خلاقیت تو سادگیه یه جاهایی، یعنی با این واژه و عنوان و یه جای آدم به همین جا میرسه. یعنی نگاه میکنی که تو الان این همه فرم بلدی، اصلا نوشتی واسه فلان برند، فلان بیزنس، فلان فرد، بعد میای برای خودت بنویسی میگی چیکار کنم، بعد میری در سراغ کوفی بنایی که ساختار داره، قاعده فردش مشخصه، راحت نوشته میشه و ساده ترین شکل ممکنه. ساده ترین شکل ممکنه یک مسئله است، اینی که قابلیت ایرادگیری نداره مسئله دومه. خب من خودم و آیا شخصا چقدر شخصیت خط به شخصیت تو نزدیکه، یا اون چیزی که میخوای، اون شخصیتی که میخوای بشناسونی به مخاطب؟ من همیشه تو پرسونال برند این مثالو میزنم، میگم من املت هم بلدم درست کنم، ولی آیا اینو لازمه کارفرمای من بدونه؟ من رو باید از ساید خلاقیت بشناسم، اون شخصیت رو دارم ارائه میدم حالا با چند تا کلیدواژه دیگه. آیا خط کوفی بنایی نماینده من در حروف میتواند باشد؟ آره اینی که ببین، آره دیگه این خیلی مسئله است به نظرم، یعنی اینکه اون حسه باید برات میک سنس کنه، ولی من دلیل استفادهش رو فقط این میبینم. من خودم برای خودم یه وقتی رفتم سراغ این که کوفی بنایی، اولین باری که یادمه، بعد اون موقع توی وقتی وارد فاز لوگو میخواید بشید، خب طراحا مثلا دقت کنی سریع فکر میکنن که کنار هم این خطو بچینن دیگه لوگو در اومده،
سریع هم توی ایلاستریتور مثلا ببری یه جاییشو کرو کنی، یه جاشو کات کنی، این بشه مثلا کوفی بنایی، بشه لوگو. من خودم هم دست به کوفی بنایی بردم، ولی الان تهش میدونی من لوگوی شخصیم چیه؟ یه ممرزی که من امضامه، یعنی من امضای خودم رو اومدم وکتور کردم و راضیه؟ خیلی ازش راضی، چون من مال خودمه. ندیدمش، حالا یه موقع بعد از جایی این لایف اسکریپت حتما. ما و اون رضا بگو. آره میگم، و این چیزیه که من خودم تصمیم گرفتم استفادهش بکنم. محمد رضا یه چیزی من دارم جدیدا میبینم، اولا خب یه سری از بچه ها خیلی علاقه به این حوزه لوگوتایپ و تایپوگرافی و طراحی فونت دارن. یه چیزی راه افتاده، نمیدونم بذرش از کجا اومده، و اینه که مثلا در نوشابه یهو مثلا میزنن تو قهوه، روی میز مینویسن، یا سیگار رو برمیدارن میکنن تو اشک چشم باش مینویسن، دواتو برمیدارن با زبون رو کاغذ مینویسن. این از کجا اومده و درستش چیه؟ اون چیزی که ممکنه داره ادا میشه و ناآگاهانه داره اجرا میشه، درستش چیه و کجا اومده؟ اینو به ما بگو. من تجربه خودم توی این حوزه رو میگم و این نسخه منه، چیزی که من دیدم توی این حوزه. ببین وقتی که ما حرف از خلاقیت میزنیم، وقتی حرف از مثلا من خط خطی میزنم، مثلا اسمش رو میذارم خط خطی که دستم راحت به چرخه روی کاغذ و آزاد باشه، وقتی این اسم میاد وسط، من خیلی چیزهای عجیب و غریب تر از این دیدم و مثلا گفتم خب چرا این کارو میکنی؟ و حتی یه وقتایی قاطی میشه. ببین من تمام کاری که ما داریم روی کاغذ میکنیم، تهش تو ممکنه با یه دونه براش مثلا توی سیستم انجام بدی، لزومی نداره که تو حتما الان خودتو پدر خودتو در بیاری بری الان این براشه رو بسازی. من مسئله مسواک. آره، من مسئله‌ام بیشتر فهم اون کانسپت است. ببین من مثلا خودم توی کارام رو پترنا مثلا خب برام مهم بوده. من تو حوزه تئاتر خب بیشتر کار کردم، یعنی لوگوتایپ تئاتر. بعد خب اتفاقی که مثلا برای من میافتاد این بود که من باید تئاتر رو قبلش میخوندم، حس رو میگرفتم و اجرا میکردم و خب این خیلی برای من اصلا دوست داشتنیه این مسیر. یه تئاتری بود مثلا اسمش لگدمال بود، خب و من واقعا واسه پترنش نیاز داشتم که این کف کفش داشته باشم، یه چیز پترن اینجوری، و خب مثلا نوشتم و با کفش این کارو کردم و اسکن کردم، ولی دوباره رفتم تو نرم افزار شکلش رو درست کردم. بیشتر حرفم این بود که کانسپت درست باشه. ببین نوشته باید درست باشه. تو مسئله اینه، این خیلی این دوتا نقطه، این دوتا شمشیر دولبه است که انقدر خطرناکه. من تو خروجی تایپا داریم میبینیم دیگه. اتفاقی که میفته اینه خیلی‌ها فکر میکنن که با زلم زیمبو دادن به کار میتونن یه کار خلاقه بیارن بالا، در حالی که نه. اصلا تو کارت وقتی درست، تو وقتی یه نوشتار درست داشته باشی، حالا همه چی روش سواره، همه کار میتونی باهاش بکنی. مسئله اینه که از این ور بعضیا میخوام برسن به این ور و راحت تر هم هستا. یعنی مسیر سخته اتفاقا اینه که تو بتونی یه تایپ درست داشته باشی. وقتی تایپ درست داشته باشی، حالا میتونی بهش یه حس و حال اضافه بکنی، نه اینکه یه حس و حال. ما واسه لباس دکمه نمیدوزیم، یعنی ببخشید واسه دکمه لباس نمیدوزیم، واسه لباس دکمه میدوزیم. خب یعنی مسئله اینه که دقیقاً یه سری از اون طرف میرن. بعد دیگه بخوام حالا مثلا کلیشو بگم، گند میخوره تو کاره. یعنی بخوام روکشو بگم این، آره یعنی اصلا در نمیاد. بعد تو دیگه هی میای اینو مثلا مثل این کوزه ای که هی خراب درستش کردی، به زور داری اینو چیز میکنی که یه چیزی از توش در بیاد، ولی نه اینجوری نیست. و همیشه اون ساختار و بیس نوشته باید درست باشه. بعدن حالا میتونی بهش قابلیت اضافه کنی. مسیره یه ذره به نظرم نقطه ورود و خروجه داره اشتباه میشه. بعد انقدر زیاد شده. الان مثلا یه مسئله رو ما باهاش مواجه نبودیم چندین سال قبل و اون نشان نوشته سینمایی بود و خب الان باهاش مواجهیم. یعنی الان قدیم شاید مثلا 15 سال پیش همچین ادبیاتی وجود نداشت که من من کارگردان میخوام فیلم بسازم، باید برای فیلم یه لوگو داشته باشم. اصلا این چیزی وجود نداشت. تا با فونت مثلا مینوشت و قدیمی‌ها مثلا می‌بینیم کمرنگ‌تر بوده یا از یه جا به بعد این هویت گرفت و اومد بالا.
همچنانی که اومد بالا جذاب بود و دیگه انقدر بازارش زیاد شد که دیگه هر کی هر کار دست آزادی رو حتی غلط، ببین دیگه تو خودت استوری خاناییه که بعض وقتا میذاری آدم نمیدونه بخنده گریه کنه، به هر مدلی داره مینویسه طرف، بعد اصلا فوش در میاد از تو اون و اصلا طرف نگاه نمیکنه که بابا اینو دارن ملت میخونن و خیلی عجیبه برام. و بذار مثلا بریم سراغ آره مونده. و الان مثلا توی فیلم خوب میبینیم که لوگو تایپش مشکل داره. میدونی یعنی مسئله اینجوری نیست که بگم صرفا مثلا همینطوری هر کی واسه هر فیلمی زده. آره میبینیم کدوم فیلم جدیدم بوده که لوگو تایپش رو دوست نداشتی؟ میشه نگم. من یه دونه میتونم بگم، چون یک نمیدونم اگر طراحی کرده کی طراحی کرده، چون تو قاعدتا دنبال میکنی احتمال میدونی، و دو اینکه به نظرم الان ایرادی نداره واقعا. فکر کنم بیشتر آدما تایید بدن که فیلم صبحانه با ظرافه ها کاش که به جای 2 دقیقه 3 دقیقه وقت میذاشتن رو لوگو تایپش به نظر من. خب ببین محمد رضا میپرسن برای طراحی لوگوتایپ لازم خوشنویسی رو کامل بلد باشیم؟ نه ببین 30 من ثانیه. یاره کوتاه بگم. ببین مسئله هست این که ما خوشنویس نیستیم ولی شناخت قواعد خط اجباریه. ببین تو باید بدونی داری از کجای خط استفاده میکنی، ولی الان همین الان تو جمع آدمایی که دارن لوگوتایپ کار میکنن 100%شون خوشنویس نیستن که، ولی میشناسن خطو. ببین یه وقتایی یه سری اتصالات رو نمیرن اشتباهی نستعلیق رو بردارن یه جا دیگه استفاده کنن، فکر کنن هر چی رو کشیدیم نستعلیقه. میدونی مسئله مهم اینجاست، تو باید خط رو بشناسی و هر چقدر نمونه بیشتری ببینی خب دمت گرم، اگر خطات بودی دمت گرم. ولی بازم یه باریکه‌ای وجود داره این وسط، اینکه خطاطی اسلوب خاص خودشو داره و تایپوگرافی یه ذره ساختار میشکنه. یعنی ما نمیخوایم خطاط باشیم، چون اگه خطاط باشیم صرفا یه نوشته خوب مینویسیم. ما قراره که نوشته سالمی داشته باشیم که حالا بیایم روش کار بکنیم. چالش امروز یا دغدغه امروز تو چیه محمد رضا؟ شاید دیزاین نباشه ها. ببین چالش امروز من شاید این مدل مثلا درد مشترک توری بین آدمایی که میشناسم، خصوصا آدمایی که با هم مثلا کلاس داشتن یا مثلا هنرجو بودن دوره اومدن و اینها، اینه که میبینم یه جاهایی و البته یه ذره شاید مثلا اجبارم باشه و جبری باشه این وسط، ولی تن ندادن به خیلی از کارها کنارش، اصلا من میگم تایپوگرافی، تن ندادن به خیلی از کارهای کنارش آسیبزا. مثلا با یه مثال بهت میگم، این که خیلی فکر میکنن که مثلا ما الان قراره که یه خودکار دستمون بگیریم یه ماژیک دستمون بگیریم تایپوگرافر بشیم، ولی من خودم شخصی دارم میگم نسخه خودم، من همه کار توی گرافیک کردم علی. من از چه میدونم کل نرم افزارهای ادوبی باهاشون کار کردم، نمیگم حرفه‌ای ولی بلدم ویدیو تدوین کنم، بلدم با افتر افکت کار کنم، من مدل سازی سه بعدی C4D زیبراش همه اینا رو کار کردم. افتخار نبود روش مثلا سوار شدم ولی این به من خیلی آگاهی میده الان وقتی که میخوام یه کاری رو انجام بدم بفهمم چندم، بفهمم وقتی که با یه تیم دارم کار میکنم، یه پوستره داره مثلا یکی داره کار مدل سازیشو میکنه، یکی نور پردازیشو، یکی مونتاژشو، یکی فلان و بیسار، منم دارم تایپشو انجام میدم، میفهمم چه اتفاقی در پروسه میفته. و مسئله مهم من فهم هنریه، فهم اندازه خودم و فهم کارفرماهایی که ندارن خیلیاشون، شاید بگم بیشترشون. باید داشته باشه به نظرت کارفرما باید فهم هنری داشته ببین باشه؟ مسئله اینجاست که من الان با دید الانم میگم که من انتظاری از کارفرما ندارم. یعنی طبیعتا طرف داره با یه حرف تلخی داره با پولش میاد وسط میدون، خب و تو هم داری ارزش تو به هر حال با یه پس همینه دیگه. میگم تلخی شد توی نگاه مثلا نگاه آرتیستی یه ذره مثلا مشکل دار باشه، بگی که وای اثر هنری و فلان و بیسار، ولی بازار خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفا سلی. یعنی خیلی رمانتیک وارد این فضا میشن. به نظرت اصلا اثر ماها هنریه؟ ببین اثر ما بیشتر تبلیغاتی هستن،
اتفاقی که داره میفته. یعنی ما داریم یه کاری انجام میدیم، یه صدایی روی پیامی رو منتقل میکنیم و وقتی که داریم توی بازار این کار رو انجام به نظر من م. این هنره. حالا اشتراکاتی با خلاصه فیلد ما دارن ولی ما کارمون هنر نیست. اگر کسی نظر دیگه داره حتما بنویسه. مثلا اینجاست که تو وقتی وارد یه زمین بازی میشی، تو وقتی فوتبالیست خوبی میخوای باشی، باید همه قواعد اون بازی میدون رو بپذیری وقتی واردش میشی. و مسئله من همینه. نه، من در حال حاضر اصلا انتظاری از کارفرما ندارم. شاید حتی مثلا الفاظ رکیکی هم تو ذهنم قبل پروژه بیاد، بگم که آره مثلا این قراره اینجوری کنه با من و باهاش پیش میرم و انتظاراتش هم جواب میدم. همه چی طبق پروژه، طبق بریف، همه چی میره جلو. یه جاهایی همه چی وقتی شفاف باشه خب اصلا چالشی پیش نمیاد و تهش هم انتظاری ندارم. شاید قدیم این انتظار رو داشتم که وای الان از طرفم تعریف کنه، بگه مرسی که اینقدر وقت گذاشتی، چقدر مثلا گوگلی چی شده. شد که این تصورت عوض شد؟ دیدن آدم‌های بیشتر و پروژه‌های بیشتر. اصلا کلا این بازارها رو باید توش وارد بشی، باید کار کنی. ببین خیلی‌ها فانتزی دارن کار میکنن. مسئله اینجاست که یکی یک کلمه رو برمیداره میگه آقا من این کلمه خوشگله میخوام دیزاین کنم. این یه داستانه. یه وقت هست به تو کارفرمای کلمه میده، تو باید اونو دیزاین کنی. اصلا داستانش زمین تا آسمون فرق داره. بعد خیلی‌ها تو فانتزی این گیر میکنن. یعنی میگن که خب ما الان بریم یه دونه لوگو مثلا میخوایم پرزنت کنیم، این لوگو رو طراحی کنیم، اوا چقدر مثلا خوشگل، فرمش هم در اومده، بعد اینو میذاری خوشگل، ولی فردا یکی بهت یه اسم عجیب غریب بده، اصلا نمیتونی طراحیش کنی. یعنی میگی نمیشد اینجاش اینجوری بود، نه نمیشه، تازه نمیشه و کانسپت هم دارد. یعنی میگه مثلا واسه مصالح ساختمونی فلان لوگو میخوایم، یعنی یهو دیگه تو محدودم میشی توی انتخاب ابزارت. من یه چیزی بپرسم در ادامه اون که گفتم شخصیت داشته باشه لوگو تایپ. بعضیا در واقع درخواست میکنن که همین مسئله ساختمانی مثلا توی جیمش یه آجر بذار، مثلا تو الفش یه تیراهم بذار. اینو چطور ارزیابی میکنی؟ ببین من که شخصا با این کارفرما کار نمیکنم. خب فارغ از ارزیابی. مجبور کار کنی، چی کار میکنی؟ آره، ولی حالا وقتی که مجبوری، یه راه خودمونی در گوشی داریم که من اونو اول بگم بعد مثلا برم تو فاز جدیش. خودمون در گوشی اینه که تو باید بفهمی که میخوای پولتو بگیری و کارتو انجام بدی. یعنی بگی جدی دیدی این ویدیو کلیپ ها هست وایراله که مثلا طرف میره توی کتاب فروشی اسم کتاب اشتباه میگه بله آره. داریم. ببین نگاهه یه وقت به کارفرما اینطوریه و تو تلاشت هم میکنی که بهش بفهمونی، ولی تهش این پروژه رو میگه این پروژه برای من خوشحالی نداشت، شاید به معنای مثلا اینی که هنرم خوشحالم کنه، ولی پول که داشت. سر پولم که شده، پول به جز پول تو قطعا تجربه کسب کردی. تجربه کسب میکنه اصلا توی دیار. ببین من مسئله‌م اینجاست، من الان که میگم کار نمیکنم، من این بار با اینا کار کردم، الانم به صفر نمیرسه، خودت هم میدونی. یعنی این قضیه هیچ وقت به صفر نمیرسه. تو با یه پرستیژی طرف میاد باید کار میکنه، یهو وسط کار میبینی اصلا طرف آسمون اصلا نیست و هیچ کار نمیتونه بکنی. مثلا چند تا اتود میدی؟ چند تا اتود میدم. ببین من یه چیز دیگه هم بگم، اینو باید اولش میگفتم. باید یه عذرخواهی بکنم که به خاطر اینکه تایم مدیریت کنیم خیلی چکشی و پینگ پونگی ازت سوالا رو بپرسیم. اگرم تو سوال داشتی از اونور بپرس از آره من. باشه که حتما. من اصلا اینه که حالا اتفاقا بداهه خوب صحبت میکنیم. ببین من اتود فاینال رو واقعا یه دونه درستش رو میبینم، خب یه دونه درستش رو میبینم، ولی خیلی جنس کارفرما با کارفرما فرق میکنه. من معمولا خودم استپ بندی میکنم، سعی میکنم 2 تا اتود بدم، ولی یه وقتایی پیش اومده تا 5 تا اتودم رفته. خیلی پروژه با پروژه فرق داره، ولی همیشه وقتی که میخوام پرزنت بکنم اتود A ام رو بهشون میگم و میگم ترجیح من باز هم روی اینه، حتی اگر طرف B رو بپسنده ها. یعنی میدونم حتی یه جاهای طرف B رو بپسنده، من میگم A برات خوبه. ولی حرفه‌ایش واقعا با آدمای حرفه‌ای که کار میکنم
و من رو میشناسن. یعنی مثلا میگن آقا ببین ما تو رو بدی اعتمادی داریم، به شوقیشو سپردیم دست تو، واقعا یک دونه اتود میدم. یک دونه اتود یعنی که تو همه تلاش تو کردی و ته محمد رضا این بوده، ته آقای فلانی خانم فلانی این بوده. دیگه بهشون من نشون میدی تلاشای قبلی تو آره یا فقط همون رو میدی میگی؟ آره من اسکچامو نشون میدم خیلی کلی و فقط هم به این جهت که میگم بحث شناخته. اگر شناخت داشته باشه که اسکچام نشون نمیدم، یعنی اتودام اصلا نمیبرم سر جلسه پرزنت. ولی تو جلسه پرزنت به هر حال خیلی به اون کارفرمای ربط داره. من همیشه آماده دارم، چون ببین من خیلی اتود میزنم، بعد اصلا اتودا شرق تا غربه. یعنی تو اون لحظه ای که تو داری اتود میزنی، آزاد اتود میزنی و نمیای تازه حالا کانسپت ها رو برداری و اینا، اونا همه به هر حال منبع الهامه و من اونا رو دارم، همیشه دارم. و اصلا خیلی وقتا این خیلی باحال بوده برای من، پیش اومده چندین بار، کمم نه، خام اتودای یه پروژه دیگم یه پارتش توی پروژه دیگم رفته. یعنی خیلی طبیعیه. ماره، یعنی حتی مثلا یه در مورد یه کلمه قبل از چیزمون داشتیم صحبت می‌کردیم، برای من فرستادی، مثلا من یه دونه با یه نون آخر همون رو طراحی کردم. خب بعد یعنی اتود اون رو کامل دارم، مثلا تو ذهنم هست چجوری باید در بیاد و خیلی جذابه دیگه. هم این آها پس این گره اینجا حل میشه. و خلاصه میخوام بگم مدلیه. به نظرت خب بذار یکم از این سوالای بچه‌ها بپرسیم. یکیشون گفته بود که هوش مصنوعی میتونه لوگوتایپ بزنه. الان لوگوتایپ فارسی رو نمیزنه، اما با شروطی که احتمالاً الان بگم یا نه، این جمله رو بگم بعد تصمیم بگیرم که اینو بگم یا نه. الان که فلکس یا حتی استیبل دیفیوژن داره انگلیسی میده، بعید نیست که مثلا 6 ماه بعد آپدیت بده بگه آقا 4-5 تا زبان اضافه کردیم یکیش فارسیه. این از این که بعد دیگه فکر کنم شما باید ببندید یه برید. ما دکونمون بسته میشه. و بعدش من ازت یه سوال میکنم، این سوالو میپرسم بعد تو جواب بده که یادم نره. بعد از اینکه هوش مصنوعی تونست لوگوتایپ بزنه، تو چه جوری میتونی چه مزیتی ارائه بدی که غرق نشی؟ اینو بعدش بگو. ولی الان در واقع با فیچر ایمیج به ایمیج استیبل دیفیوژن میتونید چیزی رو تایپ کنید با یه فونتی که ازش خوشتون میاد و میتونید با یک پرامپتی بگید که به اون سمت و سو ببرتش. مثلا میگی که میخوام یه تایپ ژاپنی باشه، چه میدونم علی مینویسی، علی با فونت رخ مینویسی، علی با فونت زر مینویسی، خروجی میگیری میبری ایمیج رو میدی، بعد پرامپتش رو مینویسی این کالیگرافی ژاپنیه، این مثلا کالیگرافی چینیه مثلا، یا هر مدل دیگه، یا مثلا این فانتزیه، این کارتونیه، این از این تایپایی که اون سعی میکنه که به اون خلاصه تبدیلش بکنه. این از این. بعد جواب تو. ببین من در مورد هوش مصنوعی ایدئولوژی دارم. علی دیارانی نوشته تو نگران ما نباش. آره، چشم دمشو میگه. آخه یه ذره این جواب من با تو یه ذره زاویه داره. ببین تو میگی که این فضای اشباع میشه و میره و فلان بیسار و بهمان. من همچنان ببین تا وقتی داریم از اسم هوش مصنوعی استفاده میکنیم، این ته اینی که ما داریم نزدیکش میکنیم به هوش انسانی دیگه. بعد انسان هست. خب من مسئله‌م اینه که خیلی کمک میکنه، یعنی ای آی عجیب و غریب داره الان کمک میکنه. مثلا من حالا اصلا تو گرافیکو بذار کنار، من خیلی از کارامو الان چت جی پی تی داره برام انجام میده. یعنی خیلی برنامه‌هام و کارامو همه دیگه الان همه درگیرشن و اینقدرم درست حسابی دقیق داره. مثلا با هم رفیقه، با هم شب و صحبت میکنیم